سلام، خوش اومدید به چنل خودتون، یعنی چنل پابجی آلفا. امروز اومدیم با اون دوتا ستی که تو تامنیل ویدیو دیدین رو به صورت رایگان به دست بیاریم. قبل از هر چیزی برای حمایت از من دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش هم فشار بدید تا به محض اینکه ویدیو گذاشتم ازش مطلع بشین. لیتس گو، بزن بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، داخل ایونت جدید اومده که همین اولی میزنی رو، خب مأموریتاش رو از این بالا روی این آیکون مسجد که بالا رو کشتیه میزنین، این مأموریتاش رو میاد. مثلا 20 تا بهمون میده، بعد 30 تا، 40 تا، 50 تا، همینطور یه ست لباس ول تایمیه، بعد 90 تا، بعد 300 تا. مأموریتاش هم خیلی راحته. ببینید مثلا میگه یه مچ رو کامل کنید داخل مثلا مود جدید که اومده، 2 مچ رو کامل کنید، 3 4 تا همینجوری. بعد هفته یکش هم مأموریتای داده، هفته 2 هفته 3 اینا رو تکمیل میکنیم. خودش هم به ازای هر تکمیل کردن هر مأموریت مثلا 6 تا بهمون از این چیا میده تا هفته 4 که فعلا هفته 4 قفله. میایم اینجا با اون سکه هایی که به دست میاریم میتونید این ست لباس رو بخرید. میتونید روی این کشتی این علامت کیک 6 نوشته روش رو بزنید. اگه 405 تا از اون آیتمایی که گفته خود به خود 405 خود به خود اگه اونجا 405 تا جمع کنید، همینجوری این قاب هم بهتون رایگان میده. و این ست دومی لباس موریتا رو از اینجا میای ایونت رو گزینه اولی همین میزنی، این بالای کشتی مسجد هست همینو میزنی، آیکون مسجده. اینو مأموریتاشه. مأموریتا روزانه داره، هفتگی داره. روزانش هم میگم خیلی راحته، هفتگی رو هم اگه خواستین داخل کامنت ها بگین واسهتون ترجمه میکنم. اینا رو تکمیل میکنی بهتون از این آیتما میده. تا مثلا 20 تا از این آیتما 30 تا از این آیتما بگیرین 120 تا خودش بهتون میده، 90 تا بگیری 300 تا خودش بهتون میده. خب دوستان، همونطور که میدونید من اولایی رو همه برای حمایت از من دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید تا ویدیو دیگه. خدا نگهدار.